به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع می‌کنیم. کتاب بازگشت آنوناکی. کتاب بازگشت آنوناکی نوشته ماکسیمیلیان دی لافایت هستش که ترجمه این کتاب رو چاپ کرده و ترجمهش کرده. لطفاً با من همراه باشید تا گوشه‌هایی از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. کتاب بازگشت آنوناکی جنبه‌های بسیار قابل توجهی دارد و محتوای غنی آن طوری است که کوشش برای معرفیش را دشوار می‌کند. اطلاعات آن بی همتاست و در همین ابتدای کار لازم است که گفته شود بسیاری از منابعی که این کتاب از آنها تهیه شده نه فقط از دسترس یک خواننده عادی بلکه از دسترس بسیاری از پژوهشگران هم خارج بوده. بسیاری از اطلاعات ارائه شده در این کتاب یا در آرشیو موزه‌ها پنهان یا به فراموشی سپرده شده بودند. برخی از الواح تا پیش از این هرگز ترجمه نشده بودند و برخی از آنها جزء علوم شفاهی هستند که سینه به سینه حفظ شدند و هرگز تا پیش از این به محافل پژوهشی غرب راه پیدا نکردند. ماکسیمیلیان دی لافایت نویسنده کتاب بازگشت آنوناکی بخشی از مطالب را از کسانی آموخته که نگهبانان این دانش در لبنان، مصر و عراق، جزیره آرواد و قبرس بودند تا آنجا که مسافرتش به خاور دور هم کشیده شده، به جایی که او استادان ژاپنی و تبتی را ملاقات کرده و اکنون نخستین بار است که او از این مخزن دانش استفاده کرده و آن را به شکل این کتاب در اختیار ما قرار داده و دسترسی به این منابع از خوششانسی ماست. مواردی که در این کتاب به آنها پرداخته شده بسیار حساسند. مهمترین حقیقتی که در آن افشا شده بازگشت احتمالی آنوناکی در سال 2022 است و از همه ترسناکتر تحولی است که زمین با این بازگشت دچار آن خواهد شد. اگر این اتفاق رخ دهد، شمار فراوانی از کسانی که با DNA خاکستری‌ها آلوده شده‌اند نابود خواهند شد. این آلوده شده‌ها معرف حضور شما هستند. بخشی از آنها عبارتند از قاتلان کودکان، کسانی که دیگران را شکنجه کرده و مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌دهند و تمام کسانی که از این قماش هستند. شما خوب آنها را می‌شناسید، ولی آنوناکی تابع احساسات سطحی نبوده و تا آنجا که تحمل یک مورد آلودگی در سطح میانگین را هم ندارند، تنها راه چاره این است که طی سالهای باقی مانده افراد آلوده بکوشند خود را از آلودگی‌ها پاک کنند، چون افراد آلوده سطح میانی هم نابود خواهند شد. کسانی که تصمیم به پاکسازی خود می‌گیرند تا درجه خاصی بدون هیچ تضمینی ممکن است قادر به گریختن از عوارض سوختن و دود شدن زمین بر اثر گشوده شدن مدخل یا دروازه‌های خاصی به نام باب‌ها یا بابز شوند. فقط کسانی که به شکل طبیعی دچار آلودگی نشدند و کسانی که پاکسازی خود را کامل کردند به همراه حیوانات و منابع فرهنگی و هنری بسیار خاص و فاقد حیات به درون یک حباب ضد گرانش برده و تا پاکسازی دوباره زمین در امان خواهند بود. چون این سناریویی قرار است رخ دهد و باید گفت که حداقل باعث تشویش خاطر است، تا آنجا که اگر شما به این قضیه باور نداشته باشید هم دست کم باید احتمالات را بپذیرید. استادان به شما خواهند آموخت که دقیقاً چگونه میتوانید نجات پیدا کنید. آنها اینجا هستند تا به کسانی از ما که علاقه‌مند به استفاده از رمزهای رازآلود هستیم بیاموزند. در هر ترم شما یاد میگیرید که چگونه از رمزها به نفع خودتان استفاده کنید. اینکه چگونه نه فقط از آنها در رشد معنوی خود کمک بگیرید، بلکه از آنها در کسب و کار و روابط اجتماعیتان و به طور کلی در زندگی روزانه‌تان استفاده کنید. ما در این کتاب خواهید دید که چگونه آنوناکی آفرینندگان بنیادین ما بودند و اینکه چگونه موجودات دیگری
با ساختار ژنتیکی ما آفریده شدند و چگونه خدا از خود آثاری در همه این آفریده ها به جا گذاشته. اینکه آدم و حوا که بودند، مار که بوده، اینکه چگونه خدایان سومر خود را به ما می نمایاندند. از شما می خواهیم که فرضیه کهن که آنوناکی برای معادن طلا به اینجا آمده بودند را مورد بازبینی قرار داده و کنار بگذارید. شما در این کتاب با قدیمی ترین تمدن روی زمین روبرو خواهید شد که بیگمان تمدن سومر نخواهد بود. باور کنید یا نه، این تمدن فنیقی بوده. شما رازهای بسیاری را در مورد آنوناکی خواهید آموخت. بسان نیروهای متافیزیکیشان، دانش عمیق آنها درباره دانش و ژنتیک و طول عمر باور نکردنیشان. اینکه خدای آنها که بوده، چگونه پادشاهی و طبقات اجتماعی دارند، که از چه اصولی پیروی می‌کنند و از همه مهمتر طرح و برنامه آنها برای بشریت پس از پاکسازی آخرالزمان شکل زمین چه خواهد بود. اینکه آیا آنها ذهن ما را کنترل می‌کنند؟ آیا آنها شیوه زندگی و سامانه پولی و کسب و کار ما را تغییر خواهند داد؟ در این فضا رواست که کار پژوهشگران پیشگام در مورد آنوناکی و دستاوردهایشان مورد بررسی قرار گیرد. بسیاری از دستاوردهای آنها قابل قبول است و بقیه موارد با توجه به پژوهش‌های جدید باید کنار گذاشته شوند. در پرتوی دانش و تکنولوژی چالش آنوناکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بیگمان این سوال همیشه باقی خواهد ماند که چه میزان از دانش و تکنولوژی به دولت‌های زمینی داده شده. اگر بدبستانی در کار بوده، چقدر از آن به وسیله خاکستری‌های شرور داده شده که از روزگار نخستین تا به امروز درگیر آلوده کردن ما بودند. آنها خون ما را در عوض دادن دانش و تکنولوژی برای آزمایش‌هایشان ریختن می‌کنند. آیا همه ما در سراسر این سیاره با دولت‌های بی‌شرف و بی‌وجدان سر و کار داریم؟ هنگامی که تیم ما مشغول مطالعه کتاب بازگشت آنوناکی بود، از آقای لافایت پرسیدم که آیا چیزهای بیشتری هم برای گفتن غیر از مطالب این کتاب وجود دارند؟ او گفت البته، این فقط نوک کوه یخ است. برنامه‌ام ادامه به کار با این داده هاست، آن هم با نگارش کتاب‌های بیشتر. فکر می‌کنم اکنون جهان به حکمت بیان شده در این داده ها نیازمند است. کاملاً با او موافق بودم و با وجود منحصر به فرد بودن این داده ها، کتاب به شکل کامل در دسترس است و این نکته نیز ذکر شود که علما و آنوناکی همیشه حس می‌کنند که دانش باید به بی‌پرده ترین روش در اختیار همه قرار گیرد، بسیار ساده و در دسترس همه اهالی زمین. یک استاد هرگز دانش را پیچیده ارائه نمی کند و با گفتارهای مثلا پیچیده و ابلهانه خواننده را دچار سردرگمی نمی نماید. نتیجه این ساده‌گویی کتابی است که هم شما می توانید از آن لذت ببرید و هم هر کسی در هر سطحی دیگر. کتاب بازگشت آنوناکی به سبک مأنوس و کهن پرسش و پاسخی تنظیم شده. برای خودم روش دلنشین نیست که برای یاد دادن به شاگردانم سالها از این روش استفاده کردم. شما می توانید با انتخاب روش روزی یک سوال و یک جواب بیشتر و بهتر این کتاب را بفهمید. بیگمان برخی از این پاسخها کوتاهند و پاره‌ای بلند، ولی کوتاه بودن یک پاسخ باعث اغوای شما نشود که فکر کنید می توانید سراغ پرسش و پاسخ دوم و سومی هم بروید. هر سوال به زمان خودش نیاز دارد و زمانی هم که باید صرف فکر کردن روی پاسخ شود. با این روش هر سوال همانند یک کوان ژاپنی به نظر می رسد. سادگی سوال پیچیدگی پاسخ را معلوم نمی کند. از سوی دیگر پاسخهای طولانی به یقین می توانند چند روز وقت شما را بگیرند. زمانی که شما با این روش کتاب را به پایان می رسانید، یکی از آن افراد خوششانسی خواهید بود که واقعاً تعالیم علما یا یولما خود آنوناکی و معنای باطنی آن را درک کرده اید. بازگشت آنوناکی باور نوینی نیست. پیش از این نیز در متون مقدس بیگمان با تفسیرهای متفاوت از آن سخن به میان آمده. برخی گفتند که مسیح یک آنوناکی است.
و به عنوان یک مسیح کیهانی باز خواهد گشت. اشاره به نظریات ویلیام هنری. حوزه‌های علمی در ایران بر این نظر هستند که محمد یا مهدی ملقب به موعود امام 12 شیعیان به شکل یک موجود آسمانی باز خواهد گشت. بیگمان نباید عقاید گنوسی‌ها و مسیحیان معتقد به رابطور را فراموش کرد. ولی منشأ همه این باورها برمیگردد به متون آنوناکی، متونی که هزاران سال قبل از عهد عتیق، عهد جدید و قرآن نوشته شدند. این کتاب کاوشی است درباره همین موضوع، بازگشت. نویسنده کتاب بازگشت آنوناکی به ما گفته که امیدوار است مطالب مذهبی ذکر شده در کتاب، به خصوص آنهایی که بسیار غیرعادی و ساختار شکنانه هستند، باعث رنجش خاطر کسی نشوند. بیگمان نویسنده آگاه است که بخش اعظم مطالب ارائه شده در این کتاب با تعالیم ادیان سازماندهی شده در تضاد است. او امیدوار است که خواننده با دید روشنفکرانه این بخش از مطالب را مطالعه کرده و بتواند از متن کتاب مقدس فاصله بگیرد. به هر حال خدایی که به وسیله نویسنده از نظر علمای آنوناکی، سومری‌ها و فنیقی‌ها و خود آنوناکی به تصویر کشیده می شود، از پنداری خدا در عقاید مشترک میان مسیحیت و یهودیت متفاوت است. در از همه آنها با یک قدرت اعظم، یک آفریننده انرژی که کیهان‌های شناخته شده و ناشناخته را آفریده موافقند. در واقع این یک چالش معناشناسانه است، همچنان که الهیات باورهای جدید و قدیم و سنت‌ها را جهت تجدید حیات خود برگرفته می‌کند و همچنان که دانش ابعاد وسیع‌تری از آگاهی و اکتشاف را در می‌نوردد. تعریف و درک از خدا هم دچار پوست‌اندازی‌های بسیار شده. خب بیشتر از این کتاب زیبا در اختیار من نیست. حتما برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. کتاب بسیار جالب و مفیدی هستش. از اینکه با من بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.